بزن بریم بازار دزدا تو لیسبون. اسم این بازار فیرا دا لادراس، یکی از قدیمی ترین و معروف ترین بازارهای لیسبون. قدمت این بازار به قرن 13 میلادی برمیگرده و برای فروش اشیاء دست دوم، عتیقه‌جات و صنایع دستی شناخته شده. قدیمی‌ها میگن این بازار سال 1272 میلادی باز شده. یعنی بیش از 750 سال قدمت داره. تا حالا چندین بار جای این بازار عوض شده. قدیم تو نزدیک یه قلعه توی لیسبون بوده، ولی امروزه تو محله آلفاما برگزار میشه. تا سال 1903 فقط روزهای سه‌شنبه برگزار میشده، اما از اون سال به بعد روزهای شنبه هم اضافه شده. حالا چرا بهش میگن بازار دزدا؟ اسم این بازار فیرا دا لادراس به معنای تحت لفظی بازار دزدها. از قدیم چون این وسایل دست دوم و ناشناس بوده، به شوخی میگفتن اینا رو دزد آورده. اما خب نظریه‌های دیگه هم هست، از جمله این که میگن لادرا ممکنه از کلمه لادرو به معنی نوعی حشره یا کک که در مبل قدیمی پیدا میشده اومده باشه. راستش کمی اسم منو یاد شیطون بازار خودمون تو ایران انداخت. همونطور که تا الان دیدید تو این بازار همه چی پیدا میشه و اگه بتونی خوب بگردی یهو دیدی گنج پیدا کردی. یه آقایی بوده که چند سال پیش پوستر اصل یه فیلم رو از اینجا 2 یورو خریده. بعدها تونسته توی حراجی همونو چند صد یورو بفروشه. اینجا جدا از این که خوراک کساییه که عاشق عتیقن، خوراک کسایی که کلکسیون دارن. کلکسیون هر چیزی. اینجا از شیر مرغ تا جون آدمیزاد پیدا میکنی. یه خانومی هست فقط دکمه میفروشه، یا مثلا همین غرفه که یکی از شلوغ‌ترین غرفه های اونجا بود فقط فندک داره که اکثرشون هم کار نمیکنه. جدا از تمام زیبایی‌های بازار، این قسمت مورد علاقه من بود. یه قسمت جداگونه درست کرده بودن برای آرتیستای تازه کار که بتونن کارهای خودشون رو معرفی کنن و بفروشن. خب اگه از این سبک ویدیو خوشت اومد برامون تو کامنت ها بنویس، چون لیسبون فقط همین یه بازار رو نداره، چند تا بازار خیلی هیجان انگیز تر از اینجا هم داره که میتونیم بریم و توش بگردیم. آدرس اینجا رو هم که میدونی کجا برات مینویسیم تو کپشن. خب تا یه برنامه دیگه خداحافظ. لایک و سابسکرایب، لایک و سابسکرایب، لایک و سابسکرایب، لایک و سابسکرایب.